در زمان حضرت موسی خشکسالی شد. مردم حضرت موسی خواستند تا به خداوند راز و نیاز بکنه تا برای اونها باران رحمت نازل بکنه. در جواب خداوند گفت ای موسی، در بین شما یک نفره هست که 40 سال شد گناه میکنه، 40 سال شد از فرمان من سرکشی میکنه. اگر او از بین شما خارج شود من دعای شما را قبول میکنم. حضرت موسی آمد قومش را جمع کرد. گفت در میان ما یک نفر است که 40 سال شد معصیت خداوند میکنه و خداوند به سبب او برای ما باران نازل نمیکنه. ای آنه که 40 سال شد معصیت خداوند میکنه، از قوم ما خارج شد تا برای ما باران رحمت نازل شود. گفت حضرت موسی. نفری که 40 سال معصیت خداوند میکرد انتظار بود که یک کسی دیگه از قوم خارج شود، اما کسی خارج نشد. حضرت موسی باز تکرار کرد که ای کسی که 40 سال شد معصیت خداوند میکنی، از بین ما خارج شد. این مرد 100% مطمئن شد که خطاب به اوست. پس جامش بر سرش پوشاند و به سوی خداوند راز و نیاز کرد. گفت بار الها 40 سال من معصیت تو را کردم، اما تو مرا ستر کردی. امروز میخواهی که مرا آشکار بکنی؟ الها توبه نصوح کردم و سوی گناه بر نمیگردم. بعد این دعا بود که ابرها جمع شدند، در حال باران گرفت. حضرت موسی از خداوند پرسید که کسی از بین ما خارج نشد، چرا باران بارید؟ خداوند گفت ای موسی، به سبب کسی که برای شما باران رحمت نازل نمی کردم، به خاطر همون باز باران نازل کردم. حضرت موسی گفت الها اون نفر برای من نشان بده. خداوند گفت 40 سال معصیتی کرد، مسیر او را فاش نکردم، امروز که توبه کرد من او را برای تو فاش میکنم. اینجا است که خداوند میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آورده توبه کنید، توبه بی بازگشت به سوی گناه.